شما از بیماری‌های دل، گرده، معده، اینچنین از پروستات، داغ‌های روی اذیت می‌کشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین می‌تواند که حجامه بیپل را از شرکت شفافرما به دست آورد. من دستم پجان این فرج شدگیه همین پرم پول بعد خشگری خدا همین قدر سوس شدگیه شکر خدا. هزاران بار. یک سوال برایشون میده. همین میگن که خراش چلاویک رو شما دستگیری کردید، شما انا همین توصیه دادید که مقصد راه پیش گیرد، انا همون قدری که میگید خراش چلاویک کمک کردید برای همین سلامت باشن. برای چی تا حال آیله دار نیستن؟ پجان راستی دوست داشتم. دوست داشته یعنی علاقه سیرو فاشی داشتن. بهترین چی سبب شد که به خیلی یکم بیماری بود یا که یکم ما پجان کوادراتیکل داشتیم چهارچرخه اما خطی اول یک قدم هم خشیدم. همش از طرف خداوند است. ولی ببین برای چی؟ برای که پجان اکمر خداوند همه خلقت دست ما همه خشیدم ما میشه پجان موضوع را حلش کنه. موضوع را چه خطری بد رفتم؟ نمیدانم که دستی ما چی رول بازی میکرده دست در من ندادد. ما زنگ گرفتیم پجان و شوهر کرد. چگونه شما در دلتان اینقدر هزارها غم دارید و حاصل میکنید برای خنده مردم؟ دوست داشتم شوهر کرد رفت. برای چی دوست داشته شما بود شوهر کرد رفت؟ گرام کستمانده؟ بچم وقتی که من مردم بچم وصیت در تای مردم اخرت بشو بچم. اینا بچه ها دو ماشین گشت اومده است. اینا водители профессиональные. اینا بچه ها این هم استو هم کمفورت هم آدم عادل короче ягон чи самнен я набошам бишинен ҳол меход период на саг мекапар на ягон проблема нест сог саломат граница яки ҷое? граница Челябинск да ягон проблема нест брат. да вообще бизнес класс надо платная дорога дадим. سلام به همه شما دوستان عزیز، امیدوارم که همه شما خوب هستید. شب همگی را بخیر میگویم. برنامه ما رو انتظار بودید. امروز برنامه با سمرشو است، یعنی که سمرالدین خالقوف. همه شما او رو میشناسید با جیانش. به نهایت برنامه هایش به دل مخلصانش جا گرفته است. برنامه های حجوی دارد. همه برنامه هایش رو من فکر میکنم که زیادی از مخلصان حتی پورا میدونن. امروز در برنامه دعوتش کرده. با جانش البته، ولی امروز میبینیم که تنها هسته. خوش آمدید به برنامه. آمد کلان پجان هزار آمد که ما را قدر کرده به برنامه تان خیرات کردین. ما خدم در برنامه پجان تا آمدم از سببه که جانی ما در طرف کلخوزآباد بوده پجان آوردش نتونستم. خدم در برنامه اومدم. بهترین سلامت باشن. اگر سمرشو در برنامه های آینده دعوت کنه میبرن؟ پجان انشالله میارم. برای چی؟ بخاطر که زیادی از مخلصان پرسیدن که چیشان میشوند در که همه وقت یک جا هستن، چگونه بوده که درس میتین برای برنامه کردن؟ وای بوده که پجان داماد جانم میشوه. چند ساله هستن؟ 7 ساله. امروز روز داره. بهترین بیا یک جا در همین روی اکران تبریکش میکنیم. زادروز مبارک باشد دادرک عزیز و مهربانی ما. من باوری دارم که در آینده یکی از بلاگران موفق همین تاجیکستان میشوی، نامبردار وطن ملت خویش میگردی. برای همین نیاوردیم. در دوام برنامه میتونه که با آنکه صحبت کنیم. بهترین سلامت باشد. میگذاریم ایده صحبت های خودمون. میگفتید که از کمک اول درباره خودتان معلومات میدادید. من سمرالدین پجان خالقوف سمرالدین
соли таваллудам 2001 ай ноҳияи Данғара мешам. بهترین سلامت باشن. ولی خیلی جوان بودین شما. اویلادار شما؟ هستین؟ بهترین یاد ولی جوان هستین. نه پجان اویلادار نیستم. اویلادار نیستین. بهترین. خوب از کدام سال شما شروع کردید به بلوگری، به چنین ویدیوها و چی سبب شد که مخص انتخاب کردید انا همین بلوگری را؟ ما پجان ای سالی 2021 بود بلوگری را سر کردم. همین پرم هم میگم که چه ما بلوگرش داریم ما پجان وقتی که ما دو درک گفتگیم که مرا صورت بگی قطعه بچه های در جامون هست و این را کامیرا کدگی بوده پجان و بچه دیگه گفتگی بود اما گپای گفتگیشونه در صحیفه هم سردگی بودم در اینستاگرام پرسموتر بسیار گرفت و همجا دیگه ما بلوگر شدم و رفتم. بهترین سلامت باشن. خب در انا ویدیوهایی که شما با دو درک میکنید چگونه است؟ شما هر یک سخن به اون کسی یاد میدین؟ آقا پجان خودتان یاد میدین؟ خیالش میکنم ویدیوش از اپس میکنم منتج میکنم پرتم دشواری نمیکشد؟ کم قینه برای مخلصان مهنت میکنم برای نسترنشون پجان. بله بهترین. خب سمرشا بزیادی از مخلصان از من خواهش کردن که یک سوال برایشون بده. همین میگن که خراش چلاویک رو شما دستگیری کردید، شما انا همین توصیه دادید که مقصد راه پیش گیرد انا همون قدری که میگوید خراش چلاویک کمک کردید برای همین. تا چه اندازه این سخن راست است؟ مقصد که پجان ایده ما بوده خیلی عمرم برادر مقصد ویدیو را وای برآوردگی است. بهترین توانست که یک ایده شما توانست که خراش چلاویک تا به شهر مسکو برد و جایزه بگیرد. ما ویدیوی ما واین بده پجان ریکال حاصل و شوخی قطعی داده رکم این ویدیو را مقصد در برادرم دادم عمرم برادر میشدم. بهترین سلامت باشن. خب یک سوال دیگر که آن همین بسیاری از مخلصان بسیار ماده سوال شد که آید دستشان سوال کردن که چرا فقط در کیسهشان است؟ چی سر دارد همین؟ ما پجان در 16 سالگی ما پجان دست من نشان میتونید من دستی ما پجان این فرد شدگی های همین پرم پال نیبت خیلی شکر خدا همین قدر سوز شدگی ما شکر خدا. هزاران بار. بهترین چی سبب شد که به خیلی یکم بیماری بود که یکم ما پجان کوادراتیکل داشتیم چهارچرخه اما قطعی اول یک قدم هم خشیدم. همش از طرف خداوند است. ولی ببینید این تقدیر قدر نصیب دم بده شدیم پجان. خب دشوار نیست با یک دست کار کردن، ویدیو تیار کردن، مونتاژ کردن؟ کم دشواره خیلی عادت کردیم پجان. غیر از با بلوگری مشغول شدن با اون کار دیگر مشغول هستید؟ نه پجان. تحصیل میکنید که در اون دانشگاه خواندگی هستین؟ کدام مالیه و قرض پجان نوحیه دنگرده. سلامت باشن. برای چی تا حال آیله دار نیستین؟ پجان راستی دوست داشتم. دوست داشتید یعنی علاقه سیر و فاشی داشتن؟ دوست داشتم پجان راستی دوست داشتم شوهر کد رفت. برای چی دوست داشته شما بود شوهر کد رفت؟ خیلی مازی گفتم که ما آیله دار نیستیم پجان وقتی خانگی های ما در دوست داشته خودم اسقالی رفتن پجان برای دستی ما مقصد در دست دمه نداد و یکی من شکر خدا پجان امی دست من کار نکنه شکر خدا میگم با اینه صاحب همه چی هستم خدا بشکر همه چی دارم یگان چی زندگی مقصد تنقیصی نمیکشم پجان که نمیدانم که دستی ما چی رول بازی میکرده دست دمه نداده ما زنگ گرفتیم پجان و شوهر کرد. یعنی شما آیله دار شده با جدا شدن؟ پجان. برای شما چگونه بود آن همه لحظه هایی که میدانستید که برای دست شما دوست داشته شما رو ندادن؟ شاید اگر دوست داشته شما رو میگرفتید و یک جا آن کس شما رو میدانست دست شما آن کس رو زندگی آسایشته میساختید. چگونه ضربه ها بود که تا این جانب رسیدید و فراموشش کرده؟ که پجان
موضوع در کاملا گفتن نمیتونم. آره دشوار است نه؟ دشوار اپا جان گفتش نمیشه. مقصد که اگر شما در همون جای ما میشیدین میفهمیدین. خیلی گفتن نمیتونم اپا جان. من میدونم که دشوار از وقتی بدونی که هر یک آدم خودش میفهمه همین چیزا. دشوارش خودش میفهمه اپا. الکی گذشتن درده یکی نه؟ کم ترکش هست اپا جان. انشالله شما ازگره. انشالله هست یکم لحظه هایی که در یاد بیاری و که من دیگه در یاد آوردن نمیخواهم. باید فراموش کنم. و چی آرام میکنی خدا احساس کنیم؟ خدمت اپا جان راستی که بگم به هیچ آرام نمیکنم. برای چی؟ برای که اپا جان اکمر خداوند همه خلقت دست ما همه خشید ما میشه اپا جان موضوع را حلش کنه. موضوع را چه خطر بد رفتم؟ آه. من برای چی این سوالا خواستم بتونم که میدانم هر یک انسان یک درد برای خودش داره. هر یک انسان یک هدف برای خودش داره. از این پس هدف شما چیست؟ برای که شما را ندادن الکی باید شما زندگی بسازید، اولادور شاید صاحب فرزند شوید. شما میتونید که اولاد دیگر بگیرید و زندگی ادامه دهید. در آینده نصیب انشاءالله میشوم. چگونه شما در دلتان اینقدر هزارها غم دارید و حاصل میکنید برای خنده مردم؟ ما اپا جان همه برای برادرای غریب مرا دستگیری میکنن. همه قدر هزار رحمتی کلان همشون در اپا جان. بله. برادرای غریب برادرای مقصد در تاجیکستان اپا خواهرها همتون در هزار رحمتی کلان. من تیارم که مقصد اپا جان مهنت کنم برای نسترنی. برای من انا همین خوب بودن نسترنی غریب بچه ها. بهترین تشکر زیاد. از این پس نقشه های شما چیست؟ نقشه ها اپا جان انشاءالله همین دانشگاه را بود کنیم. اگر اون دختره که خوب جاگه بگیرن زندگی تمام. انشاءالله. میشد که یک ویدیوی خودتون رو با انا همون دو درک یا پیشنهاد میکنه طریق با زنگ زدن یا که اگه ویدیوش میمونه که در مردم نشون زنگ میزنه. مرحمت. گرام کستمانده بچم وقتی که من مردم بچم وصیت در تای مردم اخرت بشو بچم. زیق میکنم گوش که بچم این وصیت های در تا وقتی که من مردم بچم مردم اخرت بشو بچم. کمتر بلند گفزه دادا تو مردی شوشتن تو پرابلم همه مال جواب حضور در قدم دادا تو مردی مگه شوشتن تو پرابلم هنست. بچم امروز زادروز داری چند ساله شدی؟ 8 خدا 80 سال دیگر زیادتر عمر ببینی. زنت به تماخ یا نه؟ ها؟ نه یا مایل خیر بچم خدا نگات کنه خدا احتیاط کن. خدر آواز شیرین داره. احسن. خداوند نگهبانت دیگه باشه. گفتم میکنه که دیگه نگه نظر نه خداوند تا 100 بروند. یک سوال میتونم نکم راست شو بگم. مایل من میگم که شما دروغ نمیگم. در یک برنامه من خارج چلوک رو دعوت کردم. آیدی زولوشکا سوال دادم که زیاد از مخلصان در برنامه در وقت من شما را استوریز کردم که باید سوال کنن همگی یک سوال رو گذاشتن که آنها یک جا هستن. چرا با خراش چلوک دوستی صمیمی هستن لیک با شما یک جای ویدیو میکنن؟ با فکرم بین آنها چه سری دوستی هست که بسیاری سوال که چرا با آن کسان ویدیو میکنن؟ یعنی همین سخنها راست هست یا که از خودشان پرسن؟ خاکا پدیون
ما مقصد عمر برادره و ایش دمه خواهر میشه. بله. درسته؟ همچون همکار ویدیو میکنه. در بین آنها چی بودنش شما نمیگه؟ خندیدن که خوب باشد از خودشون میپرسن. باشد سلامت باشن بهترین. یگان ویدیوی دیگرتان که تنها بازیده اید میتونید که بگوید؟ تنها اپا جان یگان ویدیو کردگی نیستیم تا خدا. ختم کردگی نیستیم؟ فقط کتی درکم. انشالله با برنامه دیگه در میارمش. انشالله. با تیاری های خوب اپا جان. سلامت باشن. هست یگان سخنی که نگفته باشد که لحظه های خوب تانه که لحظه های بد تانه در برنامه میتونید که نقل کنید؟ لحظه های بد ما اپا جان همو روزی که بچه ما مقصد خونه همون دوست داشتم اوساکالی رفت. بعد بچه ما همجا گشت آمد گفت که مقصد نمیشه وای دختر. ما بچه ما گفتم که وای دختر خوبه بسیار گفتم بچه ما خلاصه گپ اپا جان با بچه هم کم ترگیجه شد. سینم گشت گفت که برای دست نداد دکتر. همین خیلی چقدر دشوار است. یعنی لحظه مقصد همه در روزی فراموش نشونده که ممکن فراموش نشوه اپا جان. من فکر میکنم که فراموش کنن خوب تره. به فکر من بگذاریم بر روزای خوب. کدام روزای خوب داره؟ یک روز بد داشته بگذار یک روز بد باشه. دیگه همه روزام خوبه اپا. شکر خدا. از آرام با سلامت باشه. چی نگفته هایی که در دلتان بود برای مخلصان نگفته باشه که بگوید؟ همش رو گفته. همش گفتم اپا جان. صحبت چگونه بود؟ صحبت اپا جان بهترین برنامه تونم بهترین. سلامت باشن. بخشش که من کمک به آن همو دردای شما دل شما دما چی میگن ناخون زدم اونها رو یک بار دیگر زنده کردم. شاید بعد از برنامه یک بار دیگر به همو خاطره ها بزنین. نه که من فکر میکنم که خاطره ها الکی گذشته. بذار تنها یک خاطره بماند تمام. دیگر از پای نوگانی ها شود و از پای زندگی شود. نه شما در 21 تا 22 قدم مانده اید. میدید که حالا نو انا همون نو در حالی که در عین شکفتن هاست. بگذار تا انا همون قله های بلندترینه که میخواهید و انا همونجا برسید. اپا جان سر گلم یک گلم نشد. بهترین پدر بشوید. زندگی بسازید. زندگی ادامه دارد. یک بار دیگر خوش آمدید در جان. ما برنامه را پیشنهاد میکنیم. مخلصان چیونه قبول میکنن دو درکه دعوت میکنیم. یک بار دیگر خوش آمدید. هزار رحمت کلام. بهترین صحبت بود. من آن جوانایی که در حقیقتا عاشق هستند من خود احترام میکنم. در که عشق به هر کس میسر نمی شود. عشق پاک است میگه به پاکان می رود. دل پاک داشته که خداوند عشق پاک دادد. زنده و سلامت باشین تا برنامه های دیگر. خداوند یار و مددگارت.